سرخط خبرها. یک مسئول شرکت شبکه‌های تقسیمات برق رجای لیمیت برای ماه رمضان را اعلام کرد. ملیسیای دوشنبه از سوداگران و تاجران پایتخت خواست در ماه رمضان نرخ محصولات خوراکی را بالا نبرند. سرپرکرار نوی حربی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که از راه‌های غیرقانونی دعوت پیشگیری کرده شود و امکانات رایگان کسب و زبان آموزی برای مهاجرت به کشورهای بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب برای شهروندان تاجیکستان. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتیج منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته آخر آشنا می‌سازیم. با شما از سمیدی بیک سعید از دوشنبه. رجای محدودیت یا لیمیت برق در ماه رمضان دیگر شده. طبق آن ساکنان باید در یک شبانه روز 8 ساعت با برق تامین شوند. طبق رجای نو نیروی برق صبح از ساعت 3:30 تا 7:30 و بیگاه از 17 تا 21:30 باید داده شود. در این باره دستمرد طاهرov سردار رئیست مرکز دیسپچری شبکه‌های انتقال برق اطلاع داده است. با گفته او این تصمیم با مقصد تامین اهالی با نیروی برق هنگام صبحانه و افطار گرفته شده است. با وجود این رجای جاری شده از معیار رسمی وزارت انرژتیک که 10 ساعت انتقال برق را پیش بینی کرد کمتر است. طاهرov اقرار شده است که محدودیت برق از نیمه دوم ماه فوریه شدیدتر گردیده. در هفته‌های آخر اهالی تنها 5-6 ساعت برق می‌گرفتند. سبب این را او به سردی هوا ربط داد. دوستمراد طاهرov در رابطه با سوال کی پر از بین بردن لیمیت گفته است به وضع هوا وابسته است. با گفته او در پی بارشات برف و باران 2 هفته اخیر سطح آبی دریای وحش کم گردیده است. عین حال سطح آب 22-23% کم از معیار است. این مسئول شبکه‌های انتقال برق میگوید بیکار شدن لیمیت برق به وضع بارشات و آبشوی برف‌ها وابسته است. در صورت زیاد شدن جریان آب محدودیت تدریجاً بیکار می شود. ملیسیای دوشنبه از سوداگران و تاجران پایتخت خواست که در ماه شریف رمضان نرخ محصولات خوراکی را بالا نبرند. در حالت نگاه نداشتن موازنت نرخ محصولات نسبت تاجران چاره‌های قانونی اندیشیده می شود. خبر می‌دهد ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر یک مراجعت به تاجران صاحبکاران مقامات این عمل تاجران را استفاده از نیازمندی مردم و خلاف شریعت و بیرون از اخلاق انسانی دانست. وابسته به این کارمندان ملیسیای پایتخت در یکجایی با دیگر ساختارهای وکالتدار با مقصد نظارت و تنظیم نرخ محصولات نیاز اول سنجش‌های مقصدناک و کارهای فهماندهی گذرانده ایستادند، ولی این عامل نامطلوب هنوز به مشاهده می‌رسد که باعث نگرانی است. اطلاع می‌دهد منبع این نهاد از تاجران و صاحبکاران دعوت کرد که موازنت نرخ مال و محصولات را نگاه دارند. در عکس حال به گفته مقامات نسبت آنها در دایره طلبات قانونگذاری چاره‌های تأثیررسان قانونی اندیشیده خواهد شد. 4 مارس در شهر دوشنبه قاهی رسولزاده از سروزیر تاجیکستان و عادلبک قاسم علیف رئیس دیوان وزیران قرقیزستان ضمن ملاقات مسئله برقرار کردن پروازهای مستقیم بین دو کشور را بررسی کردند. جانب‌ها ضرورت برقرار کردن علاقه مستقیم هوایی بین قرقیزستان و تاجیکستان را همچون عامل مهمی فعالسازی رابطه‌های دو جانبه تاکید کردند. اطلاع می‌دهد سامانه دیوان وزیران قرقیزستان همچنین گفته می‌شود دایره وسیع مسائل مبرم همکاری دو جانبه مفصل محاکمه کرده شد. به اطلاع بعد جانب‌ها به دورنمای رشد رابطه‌های تجارتی و اقتصادی دقت مخصوص دادند. از جمله تا سال 2030 با 500 میلیون دلار آمریکایی افزایش دادن گردش مال بین کشورها را بررسی نمودند. یادآور می‌شویم که روز 21 فوریه در شهر بیشکک سازشنامه نهایی سرحدی دو کشور امضا گردیده بود و انتظار می‌رود آخر ماه مارس سندهای نهایی از طرف پرزیدنت‌های دو کشور امضا گردد. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگرزباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی با طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیایی رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما.
дар як ҷаласаи вазорати мудофиа дар доираи чорабиниҳои пеш аз даъватӣ фирдавс ҳаётзода сарпрокурори нави ҳарбии тоҷикистон пешниҳод кардааст ки аз роҳҳои ғайриқонунии даъват пешгирӣ карда шавад. дар ин бора вазорати мудофиа хабар дод. ба навиштаи манбаъ дар ин ҷаласа инчунин Дилрабо Мансурӣ муовини сарвазир ва ҳамзамон раиси комиссияи даъватии ҷумҳуриявӣ, Эмомалӣ Собирзода вазири мудофиа ва дигар масъулони мақомоти вобастаи давлатии даъват иштирок доштанд. дар рафти ҷаласаи мазкур сарпрокурори ҳарбӣ баромад намуда оид ба омӯзиши шахсияти даъватшавандагон, интихобу ба сафи қувваҳои мусаллаҳ фиристодани ҷавонони солиму бардам ва болои қад, пешгирӣ аз роҳҳои ғайриқонунии даъват, коҳиш додани сатҳи содиршавии ҳама гуна ҷиноят ва диққати аввалин дараҷа зоҳир намудан ба сифати даъвати шаҳрвандон, таклифу пешниҳоди мушаххасро ироа намуданд, менависад вазорати мудофиа. ёдовар мешавем ки Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, рӯзи 19 феврал фармони даъвати баҳориро имзо кард. мувофиқи он, сарбозоне ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд, ба эҳтиёт рухсат дода шуда ҷавонмардони солҳои таваллуди 1998-2007 ба хидмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. کارمندان میلیسیا مرد 58 ساله ساکن شهر استرافشانро با گمان کشتاری همسر 52 ساله‌اش دستگیر کردند. در این باره وزارت کارهای داخلی خبر داد. گفته می‌شود حادثه شام 2 مارس تقریباً ساعت 18:20 در منزل آنها رخ داده است. گمانبرشونده در حالت مستی با همسرش مناقشه نموده با بیل خواجگی به عضوهای بدن او یکچند مرتبه ضربه زده است. در نتیجه جبرده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی می‌نویسد نسبت گمانبرشونده با قسم 2 ماده 104 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده، تفتیشات ادامه دارد. این الکه خبر دوم کشته شدن زن از جانب شوهر است. یادآور میشم که وزارت کارهای داخلی روز 3 مارس از دستگیر شدن یک ساکن 41 ساله ساکن ناحیه رودکی با گمان کشتار همسر سابق 32 ساله‌اش خبر داده بود. گفته میشد او زن را 3 فوریه در شهر سنت پترزبورگ روسیه کشته است. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. با ما باشید و در صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی آبونه شوید. خیر.